اعلامیه جنبش زنان پنجره امید به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان امسال در حال فرا می‌رسد که زنان افغانستان سالهاست با خشونت‌های گوناگون روبرو بوده‌اند. مخصوصاً در 4 سال اخیر زیر شدیدترین و بیرحمانه‌ترین اشکال خشونت، سرکوب، تبعیض سیستماتیک قرار داده شده‌اند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، خشونت علیه زنان از سطح رویدادهای پراکنده فرا رفته و به یک سیاست رسمی، هدفمند و سازمان یافته تبدیل شده است. سیاستی که هدف آن حذف زنان از حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور است. در 4 سال گذشته زنان افغانستان شاهدی یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر بوده‌اند. 1. محرومیت کامل از آموزش. ممنوعیت آموزش برای دختران در دوره‌های متوسطه و عالی حمله مستقیم به حق بنیادی میلیون‌ها دختر و آینده آنان است. این اقدام یکی از برجسته‌ترین و سنگین‌ترین نمونه‌های خشونت ساختاری در قرن حاضر است. 2. سرکوب زنان معترض و مدافعان حقوق بشر. زنان شجاع که در برابر بی‌عدالتی ایستاده‌اند، ربوده، شکنجه و بازداشت و با تهدیدات مستمر مواجه شدند. ده‌ها خانواده گزارش دادند که دخترانشان تنها به دلیل بلند کردن صدای عدالت‌خواهی با خشونت‌های جدی، فیزیکی و روانی روبرو شدند. 3. حذف زنان از حضور اجتماعی. از منع کار زنان در اکثر ادارات تا محدودیت رفت و آمد بدون محرم، از محرومیت از سفر تا سختگیری‌های اجباری برکوشش. طالبان عمدن زنان را از عرصه عمومی بیرون رانده‌اند تا حضور اجتماعی آنان را به صفر برسانند. 4. افزایش خشونت‌های خانوادگی و نبود راه‌های دادخواهی. لغو قانون حمایوی، انحلال نهادهای مربوط به خشونت علیه زنان و تحمیل شیوه‌های مردسالارانه قبیله‌ای باعث شده زنان هیچ پناهگاه و هیچ سازوکار رسمی برای طلب عدالت نداشته باشند. هزاران زن اکنون بدون حمایت در معرض خشونت خانگی قرار دارند. 5. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و نابودسازی. طالبان با بازداشت غیرقانونی زنان، شکنجه، تهدید خانواده‌ها و ناپدیدسازی فعالان تلاش کردند هر گونه مقاومت را خاموش کنند. بسیاری از این موارد هنوز ثبت نشده و سرنوشت شماری از آنان نامشخص است. موضوع رسمی جنبش زنان پنجره امید، ما تاکید می‌کنیم که خشونت‌های 4 سال گذشته نه تنها یک بحران مقطعی بلکه نمونه روشن جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است. جنبش زنان پنجره امید از جامعه جهانی می‌خواهد سیاست‌های طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. Stop violence, start justice. Stop violence, start justice. Stop violence, start justice. Stop violence, start justice. Violence against women, violence against humanity. 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 25 نوامبر روز فریاد علیه ظلم، روز مقاومت ما. 25 نوامبر روز فریاد علیه ظلم، روز مقاومت ما. 25 نوامبر روز فریاد علیه ظلم، روز مقاومت ما. 25 نوامبر روز فریاد علیه ظلم، روز مقاومت ما. نه به خشونت، نه به زور، زنان ایستادند پرشور. نه به خشونت، نه به زور، زنان ایستادند پرشور. نه به خشونت، نه به زور، زنان ایستادند پرشور. نه به خشونت، نه به زور، زنان ایستادند پرشور. نه به خشونت علیه زنان. نه به زور و محدودیت علیه زنان. نه به ترس و سکوت. نه به برقه اجباری.